سلام بچه‌ها، خوش اومدین به این ویدیو و امیدوارم روز خوبی داشته باشین و مرسی که ویدیو منو برای تماشا و دیدن انتخاب کردین. من امیر سیلور هستم و یه جورایی میشه گفت تازه کانالمو تأسیس کردم و نیاز به حمایت شما عزیزان دارم و خوشحال میشم ویدیو منو لایک، کامنت و سابسکرایب کنید و تا ویدیو من بیشتر دیده بشه و اون زنگوله رو فعال کنین تا هر موقع ویدیویی برای شما آپلود کردم بتونین خبردار بشین و ببینین. خب بچه‌ها، موضوع ویدیو ما درباره ایران باستان شاید برای خیلی از شما سوال باشه که در آن زمانها چگونه ایران باستان بوده است و چه حکومت‌هایی اومدن و چه حکومت‌هایی از بین رفتن و در این ویدیو قراره یه قسمت از ایران باستان رو بهتون بگم و اگر خوشتون اومد تو کامنت ها اعلام کنین تا حکومت‌های بعدی ایران باستان رو براتون توضیح بدم. اول از این شروع کنیم که ایران باستان در کل جهان بزرگترین حکومت و طولانی ترین حکومت رو داشته در گذشته و یه جورایی برگردیم به 3500 سال که اصطلاحاً 730 قبل از میلاد خاندان هخامنش میگفتن در سرزمین‌های ایران که اون زمان به اسمای انشان و ایلام بود و در سرزمین‌های پار در مرکز ایران و بخشی از سرزمین‌های پادشاهان ماد فرمانروایی می‌کردند و در آن زمان‌ها 3 قومیت پادها، مادها و پارس‌ها در ایران هر کدام یک حکومتی داشتند. و در آن زمان پارسیان از اختلاف بین مادها و آشوریان استفاده کرد و حکومت انشان را در دست گرفت که البته این حکومت رو که در دست گرفت با اطاعت از حکومت مادها بود و هخامنش سردودمان این خاندان بود که پادشاهی به نام خودش و اسم آن نامگذاری کرد. پس از او کوروش یکم به حکومت سرزمین‌های پارس رسید و در نهایت این کوروش دوم بود که امپراتور هخامنشیان را پایه‌گذاری کرد که به اصطلاح کوروش کبیر هم بهش میگفتند. در زمان کوروش دوم که به کوروش کبیر معروف است و بود و تا الان هم کتیبه های اون در سراسر جهان قابل مشاهده است. پادشاهان مادها که ظلم و ستم باعث نارضایتی مردم در آن زمان شده بود، کوروش یکی از پادشاهان ماد بود که در آن زمان یکی از نوترین و یه جورایی یکی از بهترین جنگ ها را پیروز شد و به اصطلاح بهش میگفتن جنگ بدون خونریزی و در این جنگ بدون آنکه حمله صورت بگیره و چندین هزار نفر کشته بشن بدون هیچ دلیلی کوروش تونست آن سرزمین رو بگیره. کوروش برای مادها ناجی پیام آور صلح بود و او در انشان حکومت می کرد و همچنین در آن زمان کوروش میشه گفت یکی از پادشاهان و اولین پادشاهان ایران باستان بود که به آن لقب کبیر و یا به معنی فارسی بزرگ دادند که در آن زمان برای کوروش این لقب به وجود آمد و تا الان هم بعضی ها این لقب را برای او میذارند. کوروش کبیر در آن زمان تونست بسیاری از سرزمین های جهان که الان جزوی از خاک ایران نیستن رو بگیره و در آخرین آمارها و تحقیقات نشون میده که 46% از کره زمین در دوران ایران باستان در دوره هخامنشیان تحت سلطه کوروش بود و کوروش توانست بسیاری از کشورها را بگیرد و بر آنها مدیریت کند و کوروش تنها پادشاهی بود که به هیچ کشوری که در آن تحت حکومت اون بود هیچ ظلمی نمی کرد و این باعث شده بود که همین الان هم در بسیار از کتاب‌ها از او به نام بزرگترین و بهترین پادشاهان ایران و بهترین پادشاهان ایران یاد کرد و همچنین کوروش الان این عکس رو هم که می‌بینید
ببخشید یکم صدام گرفت. و الان این عکس که میبینید از هوش مصنوعی درباره کوروش کبیر به دست ما رسیده و مرسی که تا اینجا منو همراهی کردین. کامنت بذارین اگر از این ویدیو خوشتون اومد تا بیشتر و مفصل‌تر درباره ایران باستان و حکومت‌هایی که بعد از هخامنشیان بر ایران آمدند رو بهتون بگم تا به امروز.